میگویم السلام علیکم داملا، درباره قصابانی که برای یک وجه پوست پیش از بریدن گردن از قسم سر پوست میکنند چی گفتنی داری؟ این سوال من جمعه گذشته گرفته بودم که بعضی قصاب‌هایی بود است که گاو اولی ذبح نکرده. گویم اول این خیلی نفهمیدم، بعداً فهمیدم که تا این اندازه را بعضی آدم پرپوست میشد است که همین قدر پند و نصیحت برای رحم که خدا مهربان است، پیامبر برای امت مهربان است، بهترین مسلمان کسی که رحم دارد، همین قدر سخنها را میشنوند. این معرکه ها و نشستاش باز حساب نه، بعضا می‌فهمید در همون انسان یگان اصلاحیت، یگان بهبودی پیدا نشده است. اینها میگه حتی که پیش از آنی که گویم گاو ذبح کنن، همون دهان گاو میگه بس کاش میبستند زنده والیکو میبستند و بعدا میگه از همین تاری سر پوست کردن از سر میکنن، پوست میکنن میارن تا راست همین حلق. او ببینید برای که اگر از حلق بره همین جا یک وجب یا دو وجب پوست که در کله میمانه همو برباد میروه، به خاطر که پوست پره شوه. اول پوست میکنه از تار تا پسای گردن همو را زنده به زنده میاره و بعد ذبح میکنه. این کار ببینید، این نفس ببینید. او گاو اگر 300 کیلو بیاد یا 200 کیلو بیاد، 200 کیلو گوشت او سیرت نکرد، اما یا وجب سیرت میکنه. پیامبر ببینید ما لا یرحم لا یرحم. پیامبر در حدیث مبارک میگه من لا یرحم لا یرحم. کسی که بیرحم باشه، کسی که رحم نکند، خدا به او رحم ندارد. خدا در قرآن خبر میدهد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه و یخلق ما لا تعلمون. در سوره نحل پروردگار میگوید ما اسب را، خچیر را، خر را آفریدیم تا که شما در آنها سوار شوید و آنها زینت برای شماست. و این یکی از بزرگترین معجزه های علمی قرآن است. و یخلق ما لا تعلمون، خدا گو با چیزهایی می آفرم که الحال شما نمیدانید. یعنی ببینید امروز این کشتی هایی که در بحر، امروز این هواپیماهایی که در آسمان، که پروردگار قبلا گفت چیزهایی می آفرم که حالی شما باید نمیدانید. ولی حیوان خداوند گفت ما برای او آفریدیم که شما آنها را سوار شوین. اتق الله فی هذه البهائم المعجمه فارکبوها صالحه و کلوها صالحه. پیامبر گفتن از خدا ترسین در حق این حیوان هایی که زبان ندارند. اگر همون دهنش میبندی و وقتی او را تو زنده به زنده گویم پوست میکنی، اگر دهن داشته باشه نه زنت میمانه بقه باشه، اگر نه چد میمانه، نه خواهرت میمانه، نه اولادت میمانه. باور کن اگر همون زبان داشته باشه. من 10 بار گفتم آخه این نفس برادری عزیز سیر نمیکنه. یک وجب نه، اگر 20 وجب هم که دراز اگر تو باید تازه کنی نفس سیر نمیکنه. خدا میگه نفس دشمن شماست. پیامبر میگه 2 وادی از طلا دادیم، 2 وادی از طلا برای انسان اگر عطا کرده شود. ببینین 2 وادیش میلیون تانه طلا هست. پیامبر چی گفتن؟ انسان آوردن نشان دادن این 2 وادی طلا حق تو. میگه گفتن اگر 3مش بشود خیلی خوب بود. ببین اگر 3مش بشود خوب میشد. تو باید وجب سیر میکنی. شاعر میگه
آبروی خیشتن در پختن دو نان مریز. برای دو نان به دست آوردن آبروت نریزان. مقصد برای 10 سوم است، 20 سوم است، آبروی خود در نزد بنده های خدا و در نزد پروردگار رسانیدن، این عین به عقلی و به فهمی توست. در دوام گفتن کی تواند شد ز دنیا چشم دنیادار سیر. برادر عزیز، کی شود؟ ببینید، کی تواند شد ز دنیا چشم دنیادار سیر، تشنگی زائل نگردد هرگز از آبی دهن. بین 70 سال حیات داری، در دهنت آب است. همین آب هر چی میخوری هیچ وقت سیر نمیکنی. نفس هم میگه همینه، هر چی برای نفس اگر دادن بگیر سیر نمیکنم. بعضی سیر نکردن با تو را بدبخت میکنم، با تو را به آب رو میکنم. در حدیث صحیح بخاری در میگذرد که یک زن یک گربه را در داخل یک قفس محکم کردند، تماما به او آب و نان و چیزی ندادند. وقتی مرد، همون گربه مرد، خداوند به خاطر همین جفای به گربه همون زن میگه دوزخی کرد. ببین، به خاطر حیوان، به خاطر یک گربه. در بن اسرائیل میگه یک زن بود به حد فاحشه بود، صحیح بخاری در میگذرد، به حد فاحشه بود، به حد بیراه بود. بار میگه نزد چاه آمد که یک سگ از تشنگی را میگه همون خاک ها را میلپد. بعدا میگه رحمش آمد، می زنی بیراه را و پای افزالش میگه کشاف کرد، از داخلی چاه میگه آب گرفت پیشی سگ در گذاشت. همین سگ میگه از همون آب نوشید. پیامبر همون زمانه میگه در خواب دید که همون زن در جنت است. ببینید، همون زن بیراه به خاطر یک کاسه آب دادن سگ خدا را خوش آمد و خداوند جنتش برد. ببین، پروردگار برای احترام و رحم بالای حیوان آدم دوزخی میکنه و آدم جنتی میکنه. اونام حق دارن. پیامبر گفته ای ساده است: اتق الله فی هذه البهائم المعجمه. ای انسان ها، از خدا ترسین در حق این حیوان هایی که زبان ندارن. از صحیح بخاری حدیث نویسندم بار پیامبر گرامی میگه پس یک دیواری گذاشتن که یک شتر را دیدن. میگه وقتی پیامبر را دیدن میگه جرجر و ظرفت عینا. پیامبر را که دیدن میگه درو میگه آواز بلند کردن گرفت و از چشمای شتر میگه آب ریختن گرفت. میگه بعدا پیامبر آمد میگه و همون پشت شتر و چشمای همون را مالیدن گرفت. شتر میگه چیزی در گوش پیامبر گفت. بعدا پیامبر آمد و میگه گفت لمن هذا الجمل؟ همین شتر مال کیست؟ صاحب همین کیست؟ یک مرد میگه از انصاری ها، از مردم مدینه بود است. گفت آمد گفت من هستم صاحب این شتر. پیامبر چی گفت؟ افلا تتقی الله فی هذه البهیمه. ای خدا در حق همین شتر نمیترسی؟ گفت چی شد از پیامبر؟ فانه یشکو الی انک تجیعه و تدعبه. این شتر شکایت دارد که تو ویا با وقتش آب و علف نمیتی. ببین، شکایت دارد. گفت پس من از تو شکایت دارد که تو آب و علف با وقتش نمیتی. پیامبر همون کس سرزنش کردن به خاطر آب ندادن، به خاطر که او را با وقتش علف ندادن. دادر عزیز، این بیرحمی را بین. گوشت چه میخوری، نجاست چه علاو میکنی، شیر چه میخوری، گوشت چه میفروشی. یگان جایی ندارد همون گاو کنار در کار باشد. همشه استفاده بردی و آخر کاری همون کسی که نمک میخورد در نمکدان توف میکنه از جمله همونایی. تمام این نعمت خدا را استفاده بردی و آخر یک بیرحمی و بی انصافی تا نسبت یک حیوان خدا انجام دادی. بار حضرت عمر میگه یک شخص دید که یک گوسفند را باید ذبح کند، میگه از پاش کشیده میبرد
ولی بعضی ها را دیدین شما؟ ما دیدگی هستم چند کسا را که از پای گوسفند 3 پاش بستگی است، یا پای دیگر کشیده به جایی که ذبح می شود به حمجه را میبرند. حضرت عمر وقتی میگه همین عمل از جانب فلانی دید، میگه در جواب گفت ای بدبخت، گفت به مال خدا گفت خوش رفتار باش. یعنی ببین کشیدن همو را بردن شد که بی ادبانه بود. حضرت عمر در عوض همو انسان چه گفت؟ تو بدبختی گفتن. در اسلام قاعده همین است. ببینید تا چه اندازه بالای حیوان باید کارچه تیز باشد میگد. یکم. دوم، حتی تیز کردن کارچه را حیوان نبیند، حتی کشتن حیوان دیگر نبیند. ذبح کردن بسیار تیز میگه صورت گیرد. برای این برادر عزیز آخه نصیبتان کنه گوشتش و پوستش و چیزی که دارد، ولی در حقش جبر نکنیم. این بسیار به انصافی است به خدا قسم. یک حدیث از پیامبر گرامی نویساندم، بعدا سوال دیگر را میگذاریم. من قتل عصفورا عبسا، میگه حتی یک انسان اگر یک گنجشک بیهوده کشه، نه شکارش نکنه برای فایده جانش، نه همینطور بیهوده شکارش کند بیهوده. من قتل عصفورا عبسا، بیهوده، عج الى الله یوم القیامه یقول یا ربی یا ربی این فلانا قتلنی عبسا ولم یقتلنی منفعتا. میگه همین گنجشکی که گویم که اکو ذبح شد، ذبح نشد و فقط برای بیهوده هم یک کس شکارش کرد، بیهوده عذابش داد. حتی همین میگه عج الى الله یوم القیامه یا ربی یا ربی. همین هم میگه همین گنجشک هم روز قیامت در پیشگاه پروردگار بالای همین انسانی که او را نابود کرد بیهوده، بالای همون شکایت میکرده است. یک گنجشک. برای این کار نکنین دادرای عزیز. کسی که در این کار مشغول است توبه کو به سوی خدا. بسیار به خدا بیرحمی و بی انصافی تو دیگه حد و کنار نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکه حاجی میرزا، از شما خواهش دارم با این سوال من جواب پر دهید. 2 سوال. خب از قفای مولای مسجدی که با او نفرت داشته باشی با سببهای گوناگون، نماز خوانی درست است؟ اگر خوانی چی می شود؟ با احترام یک مخلصی شما. اگر نفرت داشته باشی، بدبینی داشته باشی، نماز درست می شود برادر عزیز. بسیار است این خیلی جایهایی که ملا امام ها با نفر از قوم دشمنی دارند، قهریان. بسیاری جایی هست که عیب قوم است، بعضی جایی هست که عیب امام هست، ولی نمازهاشون درست می شود. نمازاتون درست می شود، نمازاتون یگان زلال زیان نمی کند. ولی کوشش کنید که شما با یک دیگر خوب باشین، با یک دیگر نیک باشین. دوم، خب خیر یک بار دیگه خوانده بودیم، این حاجت نیست. میگویند که شما در توی و معرکه ها 500-600 دلار میگیرید. خیر باز میگویند که در بای ها میروید، در کمغل ها نه. خیر خوب میکنم میگیرم، خوب میکنم، آشم شو نصیبم کنم. تو میگوی نمیتا بخیلی کرده میگردی، ولی مرا خدا داده، من نپرسم از او، من نطلبم از او. چیزی که میتونم آشم شود. برای همه این تهمت های برادر عزیز و گرامی، تهمت است. ولی هرچی خدا ما را میته به خدا دادگان میگه ستیزه نکن، اونها را خدا داده است، او را خدا دادگی است. نه یک حاجی، هزارها حاجی و دیگر شخصیت های هستند که خدا داده است شان. و همه دشمنی کنیم دیگر در بدن من گوش نمیمانه. برای همین هیچی باقی ندارد برادر عزیز. من که تا امروز والله که از کسی چیزی طلبم نکردم، از کسی نرخ گذاری هم نکردم، والله بالله تالله که. و تا امروز
تو بای و تو کمبغل پر نمیجا کمبغل هایی که میدونن من توی ها شونده بودم، خانه ها شونده بودم، جنازه ها شونده بودم، ولی خیلی میگن هیچی گپی ندارد. ما همو خدا قرآن ده حضرت لقمان بچه‌ش گفت واصبر علی ما اصابک این ذلک من عزم الامور. بچه هم گفت صبر کن در راه خدا، خدا پاداش بزرگت میده. ما هم انشاءالله که این چیزها دا عادت کردیم، این چیزها دا دیگه علاقه آموخت شدیم. هر چی که گویان گفتن میگم پس پاچا غیبت است، برای این باکی ندارد. برادرای عزیز و گرامی، شما من دوست می داشتم که شما در حق ما دعاگو باشید، ما در حق شما دعاگو باشید. اینش راه خوب و راه حلش این است. برای این الحمدلله که امروز تا امروز والله که در حق کسی هم خیانت هم نکردم، این از جمله خائن ها هم نیستم و در خیانت کردن و در حق یک کس پایمال کردن به نام پروردگار میلرزیم و میترسیم و هر لحظه خود ما در قبضه مرگ میدانم که این زمان یا زمان دیگر خدای مهربان امانت چه میگیرد، ما از جمله همو بنده های بدبخت و روسیای خدا نباشیم. برای این بسیار چیزا در حق ما میگن، ولی من برای شما باوری میکنم، باوریتان میکنم که والله که دروغن، والله که. برای این هیچ چیزی ندارد. خانه کمبغل و بای رفتن مقصد مردم باید در اینها اهمیت نتیان. ما کجا میریم نمیریم، ما کجایی که رویم انشاءالله در اوج منفعت هست، فایده است. من خانه بای ها هم که روم، خانه وظیفه‌دار هم که روم، قسم به نام پروردگار زبانم از حدیث و آیت خالی نیست. همون جمع یک دعوت ما میکنم، نانش هم که بخورم، پولش هم که بگیرم، خب نمیکنم. یگان چیز در هدایتش، یگان چیز برای قیامتش و برای دنیا یک چیز میگیم. برای همین چیزی ندارد. برادر این چیزها را شما گپ هم نکنین، اهمیت هم نتین. بکن صبر در جفای منکر دیل، شود شاید مراد از صبر حاصل. حضرت مولوی جنون میگفتند. اکای حاجی میرزا، من یک هموطن اسلامی شما از شهر کولاب، نامم شبنم، من بیشتر ثبت علی بامی شما را گوش میکنم و از آن حرفایی که شما از اسلام گپ میزنید من از این سخنهای شما با خود پند گرفتم. من دختری مجرد هستم. در یک البوم شما گوش کردم که شما در آنجا گفتید که پدری که دخترش را با پسری نماز نمیخواندگی با شوهر دهد، با دختر، بین دختر و پدر صله رحم وجود ندارد. من میخواهم که با پسری با شوهر برایم که آن پسر در دین اسلام با خبر باشد. آن پسر در دین اسلام که شما باشد یا پسر شما باشد. خدا حافظ. سلامت باشید. من نشده هیچ چیزا بینیم، ولی همین مکتوبه ها میخوانیم، بعدا همون ادرسایی را که روانه میکنیم کسی نیست میگن. برای همین کسایی که هستیم، مثلا شما اراده شوهر کردن داره با که موافقش دارد. من شما را گفتم که دخترها در بچه هایی که میدانید میفهمید از همونها مقصد بچه های خوب هم، بچه های در زندگی رسیدگی هم دلالت کنید، ثواب نگیرید. یا خواهرهایی که مثال میخواهند که شوهر کنند آدمای خوب دارن بیان علیرسا طالبته مایل شما یکان آدم خوب و مناسب بیافته دلالت میکنید، دلالت میکنید انشاءالله. برای من این تنید چی میدانم این کلافتور شبنم هست. برای من چی میدانم شما کدام شبنم هست، چی مقصد دارید، چی مثال خواهیش دارید. برای همه کدامی باشی از رساله نویس در بین مردم همه میخوام. هم بیاد رفتی خودم رفته بگو من خیلی نه اکلی دادری پدری نمن شوهر کن مرحمت بودن. باقی رو دعوانا الحمدلله رب العالمین. خدا حافظ همه ما بندگان رو خیر بگردان، ایمان آمان پروردگار و سلامت نگه دارد. خدا را عبادت همه ما را قبول کردن، خدا قدم‌های ما به حسنات بنویسید. خدایا همه گناه‌های ما را به فضل کرم و مغفرت بگردان. خدای مهربان، بنده‌هایی که از راه‌های دور آمدند جمعه‌شان خدایا قبول بگردان، خدماتشان خدایا حسنات و خدماتشان خدایا مغفرت گناه و با صحت و سلامت و خواندانشان رسانیان من خب
یک برادر از روسیه دعا خواستن خداوند عمر دراز تنی صحت و عزت دنیا و آخرت نصیب شد. برادران از دوشنبه محیط مسجد ما با مشکلات دچار آمدند، در حقشان با جامعه داریم. خدای مهربان اون برادرایی که مشکلات دارن مراجعتی و علیم جمعیت کردن، خدای تمام مشکلاتشون دور بیاردانی و خدای آسانی و خوبی باورشون نصیب و راضی گردانی. برادر ما انور بیمار است، خدایا اکه انور که در پادر متلاشی است، خدایا در چنین سن آغاز بگردانی و با مثل اول خدا صحت و سلامت نگهش داری. برادر عبدالله از محله مادرش بیمار است، دعا خواستند خدای شفای کامل نصیب کنید. در حق مهمانان از ریگر دعا خواستند خدای برادر ما که است ریگر هم اینجا حضور دارند، قدمهاشان در حسنات و خدا خواهشاشان حاصل کنند. خب در حق روستاهای طهارتخانه داریم، طهارتخانه را هم برادر ما استاد جواد عبدالجواد که همه دارد، خداوند دنیا و قیامت شد آباد و گذشته ما شکر و رحمت و مغفرت کنند. خب در حق کسانی که صندوق در خیر می‌کنند خدا خیر احساناتون قبول و عزتون خدا دنیا و آخرت بلند گرداند. و در اینجا جنازه هم آوردن گفتن در حقشان دعا کنید. خب و در مسئله این طهارتخانه ما برادر عزیز و گرامی اگر امکانیتتان باشه همون صندوق‌ها رو نقص مای پرتوی هوادنی طهارتخانه را کم در خرابش کلامه همراه یک دیر زینت توی برای بسیاری مسجد ما در این طهارتخانه جوابگو نیست اصلا. این مسجد بسیار کلام است، بادنی زیاد است، راستی رو از آبی گرم از این تمیم کردن نمی‌تونیم. و خاطر دیگه خیلی بازی خواهشان هست که TMX بیاریم و اوبل میگیم و شایمان علاوی کنیم این سوی دیگر اینا نوکیدن پرابلم هست تا خدا اکبر یک گیس‌های نویدی می شود تا اون زمان دیگر خیلی حالت همانان میدونیم شرایط و همانان معلوم برای این که نکسی کلامی همیشه لازم در حاضر فکرامون هسته اگه کم با شما اگر یادماتون باشه با خوب میشن تیزد میشن یک دو از اونجا یک بحر میگیرن خدا همه شما را مورد راستی آفرد خداوند خیر احساناتان قبول خدا از کلی وقتان نگهدار دارد. آمین.